سلام. امروز میخوام این عبای خوشگل رو که گلدوزی کردم تازگی برای خودم و این عبا رو برای محرم سه سوته بهتون یاد بدم. بریم برای دوختش. ببین، من برای این عبا 2 تا قد باید تهیه کنم. یعنی اگه من 150 سانت از تو گودی گردن اندازه گرفتم تا نوک پا یا هر جایی که شما خودتون صلاح میدونین، مثلا 150 سانت، شما 3 متر باید پارچه بگیرین. 10 سانت هم اضافه تر بگیرین که خیالتون بابت پارچه راحت باشه. ما از قد پارچمون رو تا میکنیم. ببینید قد رو هم میذاریم. این یه تاه. ببین اینم ترکیه پارچه است. خب ما 2 تا باید 2 تا تا داشته باشیم. یکی از قد تا میکنیم پارچه رو و بعد 2 تا ترکیه رو هم میذاریم. این شکلی برای ما یه چالای بسته درست میشه که میخوام الگو بکشیم. ببینید من همون کاری که روی کاغذ انجام میدم روی شما روی پارچه انجام بدین، پس دیگه لازم نیست الگو بکشین. من به خاطر که دید بهتری داشته باشه روی کاغذ انجام میدم. ببینید ما ترکیه پارچه رو هم میذاریم. 2 تا ترکیه رو 2 تا ترکیه رو هم گذاشتیم. این ترکیه و این ترکیه رو هم گذاشتیم و قدم همینطور تا میکنیم و حالا سنجاق بزنید. شما رو پارچه‌تون سنجاق بزنید که این پارچه جابجا نشه و درست بتونین بکشین. این الان چالای بسته است. حالا ما میریم برای کشیدن الگوی گودی گردن پشت. ببینید ما از این قسمت 3 سانت میایم پایین روی پارچه، یعنی اینجا چالای بسته منه که خدچین گذاشتم براتون. 3 سانت میای پایین. از این سمت هم 8 تا 10 سانت شما میای به سمت پهلوی لباس و اینجا رو به صورت منحنی با اشر یا با دست طراحی میکنی. از این قسمت هم 18 سانت شما میای پایین، میخوای شیب سرشونه رو بکشی. خب شیب سرشونه رو میکشی و به گوشه گردن وصل میکنی. 18 سانت. خب از این قسمت ما داریم گودی گردن جلو رو میکشیم. ببینید از بالا 8 تا 12 سانت شما میای پایین و به گوشه گردن همون گوشه گردن که قبلا کشیده بوده وصل میکنی. این میشه گودی گردن جلو برای یقه جلومون بود. حالا ما اینو به صورت گونیا، ببینید اینجا که علامت گذاشتم، ما به صورت گونیا میایم پایین. گشادی مچمون 20 تا 22 سانت میای پایین گونیا میکنی. حالا ما پایین لباسمون رو میخوام اندازه گیری کنیم. 1/4 دور باسنتون رو اندازه میگیریم به علاوه 10 تا 15 سانت آزادی میکنیم و علامت میزنیم. از اینجا به صورت صاف و گونیا میریم بالا. همینطوری چشمی میرین بالا تا نزدیکی های آستین. حالا خط آستین ما به صورت گونیا، ببینید گوشه خط کش منو چجوری قرار میگیره. نگاه، اینجا رو صاف کشیدیم رفتیم بالا. حالا از همون گشادی آستین که 20 تا 22 سانت بود ما به صورت گونیا میایم و به پهلوی لباسمون وصل میکنیم به همین راحتی. ببین برای انحنای زیر حلقه ما 15 سانت 5 تا 15 سانت میایم بیرون و اینو به صورت منحنی حلقه و پهلو رو به هم انحنا میده. اگه بخواید صاف پایین مانتوتون باشه که هیچی مثل من، ولی اگه بخواید یه انحنایی هم به پایین لباس داشته باشین 50 سانت از پایین میایم بالا علامت میزنی و 15 تا 20 سانت هم از اینجا میایم داخل و اینا رو به صورت منحنی به هم وصل میکنین. شما همین کار رو روی پارچه انجام میدین با گچ یا با خودکار حرارتی روی پارچه‌تون علامت میزنین و با 1 سانت جای دوخت پارچه‌تون رو برش میدین. این گونیایی هم که تو آستین کشیدم دقت کنین که پایین آستین رو به پهلوی لباس چجوری وصل کردم. ببینید من این گونیا رو کشیدم.
حالا قیچی میکنم. ببینید فکر کنید من پارچه رو دارم با 1 سانت جای دوخت قیچی میکنم. شما همه رو دور تا دورش رو قیچی میکنین با 1 سانت جای دوخت، همطور که من دارم قیچی میکنم. خب و بعد برای سجاف یقم بهتون نشون میدم. اینم شیب شیب آستین منه، سرشونه منم، یقه پشتم جدا کردم. حالا ببینید تمیز کنم دور و بر. ببینید این پشت لباس منه و دارم گودی گردن جلو رو برای قسمت جلو باز خالی میکنم. همین کار شما به ترتیب انجام میدین. خب اینم جلوی لباس من، نگاه. حالا سرشونه ها رو باید به هم بدوزیم. این پهلوی لباسم از دم مشت تا توی اون منحنی پایین شما میدوزین. ببینید اینجا رو براتون علامت میزن، اینجا رو شما باید سرشونه ها رو بدوزین. بعد از این قسمت باز همه رو میدوزین، تمام این انحنا رو میدوزین. این قسمت هم همین شکلی. خب حالا ما میخوایم بهتون آموزش بدیم این سجاف یقه رو چه شکلی باید شما بدوزین. حالا اگر خواستین یه طرحی مثل مانتوی من رو مچتون یا روی یقه جلوتون بدین، روی جلوی لباستون بدین، یه طرحی رو میکشین دیگه، مثل من الان دارم میکشم. شما با گچ میکشین و همین الگوشو در میارین روی پارچه دیگه و نصب میکنین روی جلوی لباستون، یا اندازه یه مچتون که میخواین از آستین کم میکنین و یه مچ روش میدوزین. ولی همین سادهش اولین بار بدوزین تا دستتون بیاد، بعد برین سراغ طرحهای بعدی. حالا برای کشیدن سجافمون ببینید یقه رو درستی میزنین روی پارچمون، دور تا دور یقه رو با گچ علامت میزنین. 3 تا 5 سانت میان به طرف سرشونه میکشین خط سرشونتون رو و این دوتا رو به صورت منحنی همین 3 تا 5 سانت رعایت میکن تا تهش همین شکلی. این برای یقه پشت. خب یقه جلو رو همین شکلی باز میذارین به همین صورت. شما دور تا دور یقه رو میکشین رو پارچه با گچ، از این سمت سرشونم با 3 تا 5 سانت میرین داخل و لباس رو بر میدارین. حالا بقیهش همین ادامه میدین، انحنا رو میکشین. این میشه سجاف شما. قیچی میکنین و روی لباس میدوزیم. خب این سجاف جلومونه. ببینید من با یه کاغذ دیگه رنگی در آوردم که شما متوجه بشین. ما این لبو میدوزیم. خب حالا من براتون با مداد نشون میدم. این لبو شما دور تا دور یقتون به روی لباس میدوزین. خب و اینجا رمز خود این سجاف رو زیگزاگ میزنین تا شیت نشه. یقه پشتم همینطور، یقه پشتم اینجا رو میدوزین، شما روی لباس میذارین میدوزین، اینجا رو زیگزاگ میزنین و برمیگردونین اتو میکنین و بعد پهلو سرشونه رو به هم وصل میکنین. وقتی سجاف رو دوختین شما پهلوهای لباس رو به هم وصل میکنین، جلو و پشت و سرشونه ها رو به هم وصل میکنین و مرتب اتو میزنین. جایی که انحنا داره باید چرت بزنین تا قشنگ برگشته شه. و سلام.